اینجا مرد کاربازار است. مکانی که هر نفر بیکار منتظر کارفرما میشیند تا برای تامین زندگیش مبلغی به دست بیارد. میان انبوه این همه مرد کاران دهها آموزگاری را دیدن ممکن است. آنها در زمان از بهترین شرایط برای زندگی و احترام نسبتشان برخوردار بودند. در صحبت‌های بدون ثبت آنها می توانند ساعت‌ها درباره تا به اینجا رسیدن خود قصه ها کنند، ولی خیلی کم راضی میشوند این همه پهلوهای کار و زندگیشان روی نوار آید. سفرخو جوادینیف هم آموزگار است. او گفت زمان اینجا را برای کار انتخاب کرد که دیگر تامین زندگیش با معاش آموزگاری ناممکن شد. شرایط زور میوار نمیتونه در بدر کوارتیر با کوارتیر رفتم خونه مردم دا ایشا 200 میدادم ایشا 300 میدادم برای شکم میخوردم سری مو میشد هم زندگی دا میرفت هیلا. انتظار کارفرما نشستن در مرد کاربازار هم دردی سر دارد. گاهی ملیسه ها آنها را به شعبه پلیس میبرند و گاهی طلب میکنند آنجا را ترک کنند، ولی این آموزگار سابق میگوید انتخاب دیگر ندارند. میکنم درس انتخاب میکنم برای چی؟ ولی کم اگر 2000 تا 3000 سوم باشه شرایط ما میرسد. 2000 تا 3000 باشه مثلا 10 15 20 طلبه را ما درس دادم ما دا بس فرزند خودش میوه خوش خدمت 2000 ما خاطی و اعلام در زندگیم صرف میکنم ما دا بهترین افجون. تنها در 2 سال اخیر در تاجیکستان تقریبا 15000 معلم مکتب و شاگردانشان را ترک کردند. مقامات میگویند تقریبا 50% آنها به خاطر مهاجرت مهنتی از کار رفتند. یکی از قهرمانی دیگری ما آموزگار زبان و ادبیات است که حالا ترک پیشه کرده و در روسیه مهاجر است. معاش کم او را مجبور کرد که پس از 15 سال آموزگاری از این کسب دست کشد. نسبت کسب آموزگاری هم نه قدر احترام است. مثلا چقدر آموزگاران به ما درس میدادن ما احترام میکردیم، خیلی احترام پیشینه نیست. فعلا در 4000 مکتب‌های تاجیکستان بیش از 100,000 آموزگار به حدود 2 میلیون خواننده درس میگویند. اما وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید حالا مکتب‌ها تنها به بیشتر از 1000 آموزگار نیاز دارند. در سر مسئله تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کادرهای آموزگاری در جایهای خالی شده چاره‌های حتمی طرح‌ریزی گردیده است و امروز دانشگاه‌هایی که در این آن منطقه و تیار کردن آموزگاران مشغول هستند دستور گرفتند که جهت تامین نمودن یا تامین نمودن همون جای خالی که در این آن مؤسسه تعلیمی پیدا شده است فوراً چاره‌های حتمی اندیشند، یعنی تامین کردن با آموزگاری جوان. سبب ترک پیشه کردن آموزگاران را مزد کم می‌دانند که ماهی از 700 تا 1200 سومانی را تشکیل می‌دهد که حدودی $100 آمریکایی است و مزد کمی در تاجیکستان به حساب می‌رود. همچنین شکایت و ناقناعتمندی از کار و رفتار این قشر هم به مراتب افزوده است. ترک پیشه کردن آموزگاران پدیده نو نیست. فراری مغزها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند.